کار جلسه با تلاوت چند آیت از قرآن عظیم الشان آغاز گردید. ملا محمد یوسف وفا والی بلخ در مورد 4 فرمان مهم از فرامین تصویب شده عالی قدر امیرالمومنین شیخ الحدیث مولوی هیبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان در جلسه هدایت های مشخص را سپرد و همچنان این فرامین در جلسه قرائت شد و تاکید گردید تا به خوبی تطبیق و عملی گردد. نخستین موضوع جلسه توسط رئیس دفتر مقام ولایت بلخ در مورد اراضی مردم شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی بود که قرائت گردید. این زمین ها با خانقاه پدر مولانا مدغم شده و این موضوع پس از بررسی و تحقیق کامل توسط کمیته مورد تایید قرار گرفت و قرار است گزارش آن نخست با مقام ولایت بلخ با ریاست اطلاعات و فرهنگ و بعدا با وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی شریک شود. گزارش رئیس شورای علمای ولایت بلخ در مورد تعیین مجاهدین تنقیص شده بود که اطمینان بخش بود و همچنین موضوع ترمیم ساختمان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قرار بود که با تفاهم میان شاروالی و ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ و اتاق تجارت و سرمایه گذاری حل و فصل گردد و تفاهم در زمینه نیز صورت گرفت. بر اساس درخواست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ پیشنهاد همکاری از مؤسسات و تاجران ملی در راستای توسعه کتابخانه طرحها و نظریات نیز مطرح گردید و همچنان طرح ایجاد مکانهای مطالعه و گذاشتن کتاب در اتاقهای انتظار نیز مطرح و ارائه شد. بر اساس پیشنهاد ریاست اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت بلخ خواستار تعیین کمیته برای بررسی وظایف مسئولین دعوت و ارشاد در ارگانهای نظامی و ملکی نیز ارائه شد. همچنین در مورد کنترل کرایه اولیاء و جلوگیری از استفاده از پول خارجی کمیته نیز تعیین و تثبیت گردید. آخرین موضوع جلسه اداری مقام ولایت بلخ نیز بر اساس مکتوب شورای علمای ولایت بلخ در خصوص رسیدگی به مشکلات ریکریشن ها در منطقه چلگزی ولسوالی دهدادی و سایر مناطق بود که در جلسه ارائه گردید. پس از بحث و مشوره های همه‌جانبه مسئولین در مورد همه موضوعات تصامیم لازم اتخاذ گردید. والی بلخ هدایت سپرد که در زمینه کمیته های مشخص تعیین و موظف گردد تا موضوعات جدا بررسی و نظارت نماید. کار جلسه با قرائت دعای خاتمه یافت.